حالا به این فکر کردین که اگه اوورواچ رو با گاردینز آف دی گلکسی قاطی بکنیم و یک کوچولو بهش دستنی اضافه بکنیم چی میشه؟ خب معلومه که نه، مگه بیکار بودین؟ ولی مثل اینکه کارمنده پلی استیشن بیکار بودن و این شد نتیجهش، یعنی کانکورد. البته کانکورد بود. چرا میگم بود؟ خب میدونین چند وقت پیش بود که بازی کانکورد عرضه شد و بعد از چند وقت کل سروراش بسته شد و سونی پول افرادی که بازی رو خریدن رو برگردون. ولی خب توی این ویدیو من قراره به دلایلی، در حقیقت به 3 اشاره بکنم که چرا این بازی شکست خورده و چرا ازش به عنوان بزرگترین شکست تاریخ ویدیو گیم یاد میکنن. پس با ما همراه باشین، بزن که بریم. علت اول، کاراکترهای کرینج. خب همونطور که میدونین کانکورد یه بازی هیرو شوتر اول شخص هستش. بازی هیرو شوتر با بازیایی گفته میشن که داخلشون هر کاراکتر قابلیت‌ها و ویژگی‌های منحصر به فرد داره که بقیه کاراکترها ندارن، که از بهترین مثالش به اوورواچ اشاره بکنیم. پس بنابراین طراحی شخصیت رو باید مثلا مهم به نظر بیاد واسه سازنده ها. و خب تا حدی هم خوب بوده. به عنوان مثال این یارو که خیلی حس استارلورد رو بهم داد، یا مثلا این جارو برقی گنده که واقعا یه جارو برقی که انمی رو سمت خودش میکشه، خیلی باحاله. ولی واقعا یه طرح‌های بد بود. مثلا این چه سمی این الان زن مرد، چرا رودلاب آبی، چرا انقدر گنده است؟ یا مثلا این در بهترین حالت کاراکتر اصلی اون فیلم های سیدی سوکسوکی هسته. این هم که انگار نسخه پیشرفته شده و میمون اسکولو تو شیرشاهه. و خب وقتی یه بازی همچین کاراکترایی داره، خب واقعا هیچ کسی از این خوشش نمیاد که قرار باشه جای این کاراکتر رو بازی بکنه. پس اینم میتونیم به عنوان دلیل شکست این بازی در نظر بگیریم. آره. دلیل دوم، هزینه‌های غیر قابل جبران. خب دلیل دوم برمیگرده به بحث قیمت گذاری این بازی. همونطور که می‌بینید این بازی تریپل ای هستش و خب بازی تریپل ای هم باید اصلا که روشون هزینه ها و وقت زیادی گذاشته شده و غالباً سالانه با یه پول یادی محصول در بیاره. ولی خب روش خیلی جالبی نیستش، چون که این بازی الان یه چیزی حدود $40 قیمتش، که اگه با دلار 60,000 تومانی حساب بکنی یه چیزی حدود مثلا 200 خورده یا 2 میلیون، هم 202 میلیون تومان بشه، که خیلی زیاده واسه یه بازی تریپل ای. ببین الان مثال براتون بزنم، فورتنایت، ما چه میدونم، والورانت، دوتا 2، لیگ اف لجندز، همه این بازی‌ها رایگان هستن. حتی بازی مثل اوورواچ که اصلا کل بازی هستش که این بازی اسکی رفته، هم اوورواچ هم حتی رایگانه، ولی این بازی با $40 بگیرید و فکر کنم مایکرو ترانزکشن هم داخلش داره. و همچنین آمار فروش خیلی بده این بازی، که یه آمار غیر رسمی گفته که این بازی کلن تونسته 25,000 نسخه هم روی پلی استیشن هم روی پی سی سر جمع بفروشه. برای اینکه بتونین عمق فاجعه رو درک بکنین، بذارین یه مثال براتون بزنم. سایبرپانک رو یادتونه؟ اون بازی تا قبل از عرضه شدن DLCش تونسته بود 25 میلیون دلار بفروشه. 25 میلیون. این بازی تونست 25 میلیون دلار بفروشه، ولی کانکورد ماکسیموم $25,000 کردن. دیگه واقعا فاجعه بود، واقعا. دلیل سوم، پلیرهای کم. و میرسیم به مهمترین دلیل شکست این بازی، یعنی پلیرها. خب الان این بازی یه بازی آنلاین است، غالبا باید پلیر خیلی زیادی بشه براش جمع کرد. و خب یک از راهایی که سونی داشت این بود که به استریمرها معروف پول بده تا بیا این بازی رو استریم بکنن. ولی خب تا جایی که من میدونم هیچ کس کانکورد رو استریم نکرده، تا جایی که من اطلاعات دارم. و خب پلیرهای این بازی هم یه آمار خیلی بد داشتن. روی پلی استیشن رو کسی نمی‌دونه، ولی روی استیم آمار پلیرهای این بازی زیر 1000 نفر بودن و آخرای عمرش هم این با آمار پلیرها به 20 الی 30 نفر بودن. و وقتی سرور بازی شات داون شدن 1 نفر در حال پلی دادن این بازی بود. ولی از همه اینا بدتر اینه که با اینکه این همه هیت و این همه ایرادات داشته بازی،
این بازی واقعا پروژه سنگینی بوده. الان بهتون میگم چرا. ببینید بودجه ساخت این بازی نه 10 میلیون، نه 20 میلیون، نه 100 میلیون، نه 200 میلیون، 400 میلیون. پرهزینه ترین بازی های جهان باشه. واقعا پول زیاد بوده و تازه‌ش هم در حدی وضع بازی بد بوده که با اینکه حتی 400 میلیون دلار هم خرج این بازی شده، سونی اومده و پول هر کسی که این بازی رو خریده رو برگردونده. و تازه‌ش هم از اون بدتر زمانی که برای صرف این بازی بوده. میدونین چقدر وقتشون گرفته شد برای ساخت این بازی؟ 8 سال. ببین بزن یکم بهتر بزن تا بفهمید. هیلو 2 1 سال طول کشید. جی تی سن آندرس 2 سال طول کشید. بلک میس ووکانگ 6 سال طول کشید. ولی این بازی 8 سال طول کشیده. و واقعا 8 سال واسه یه بازی مثل این خیلی زیاده. حالا فکر می‌کنین بازی چقدر دوام آورده؟ مثلا 5 سال، 4 سال، 3 سال، 2 سال. فان باید عددمون نکن. من میشه بازی کمتر از 2 هفته. بله درست شنیدین. این بازی 8 سال زمان برد، 400 میلیون دلار بودجه داشت و استودیو به بزرگی سونی داشت روش کار میکرد و بعد از 2 هفته بدون اینکه حتی $1 سود داشته باشه از تمام بازارها پاک شد و پول همه کسایی که بازی رو خریدن بهشون برگردونده شد. و خب آره این هم بود از داستان شکست بازی کانکورد. واقعا خودم ناراحتم به خاطر اینکه این بازی شکست خورده و خیلی ناراحتم چون که من به این بازی خیلی امید داشتم و اسم میکنم قراره خیلی بهتر کنه. سازنده‌های بازی میخواستن در آپدیت های بعدی به وسعت دنیای مثل جنگ ستارگان بکنن این بازی رو، ولی خب به دلیل تصمیمات اشتباه یا شاید عمد یا هر دلیلی این بازی دیگه تبدیل شد به عنوان بزرگترین شکست تاریخ ویدیو گیم و همون رو نامید. و این نظر شما چیه؟ به نظر شما دیگه چه دلیلی هستش که بازی کانکورد شکست خورده؟ اگه دلیل خاصی دارین تو کامنت ها برام بنویسین. در هر حال مرسی که این ویدیو رو تا آخر دیدین. اسم من فان بایته و تا ویدیوهای دیگه شو بخیر.